سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال بیگ استودیو. امروز طبق وعده‌ای که با کانال با شما داده بودیم میخوایم درس کیوبیوس رو با شما شروع کنیم. امید مورد پذیرشتان قرار بگیره و از آن مستفید شوید. خب درس خود شروع میکنیم دوستان عزیز. کیوبیوس ما باز شد و این آپشن ها رو میبینیم در شروع صفحه. اینش شما فعلا کار نداریم، فقط میریم در مورد. در قدم اول شما لوکیشن پروژه را تعیین میکنیم که در اینجا این پروژه تان در کدام قسمت از سیستم تان ثبت کنیم. خب اینجا یعنی انتخاب کردگی است، یوز دیفولت لوکیشن میایم سر کلیک میکنیم. کلیک کردیم نول باز میشه. خب لوکیشن پروژه خود تعیین میکنیم، در دسکتاپ ما میگیریم همیشه. اینجا یک نیو فولدر میگیم با نام احمد جان. خب احمد جان انتر میکنیم، انتر کنیم یا گرید بگیم. این احمد جان اینجا بر ما یک فایل بر ما به نام احمد جان بود، میکنیم اوپن میگیم. اوپن گفتیم همین فایل ما رو یعنی پروژکت ما رو نام میگیریم، یک نام برش میمونیم به نام سانگ یک. چی میگیم برش؟ گرید امپیتی که بسیار در قدم اول مهم است که این پروژه شما را موقعیتش تعیین میکنه. خب این صفحه کیوبیوس ما باز شد دوست عزیز. بعد از اون ما شما میتونیم که کار خود آغاز کنیم. خب اینجا آپشن هاست، شادکی هاست و در آپشن هاست اینجا کلش نوشته است. واسطاست ما شما پیش میریم دوست عزیز. شادکی ها رو بلد میشید بخیر، همه بیشتر مشکل نیست. دوست عزیز فراموش شد که بر شما بگویم که چیزایی که لازم است برای یک ثبت در خانه داشته باشیم. طبعا یک سیستم است، خود کیوبیوس است سافتورش و ساوند کارت، مایک در قدم اول. این چیزایی که ضروری است حتمی باید داشته باشیم. خب بعد از این ما شما پروژه خود باز کردیم، نامگذاری کردیم. میایم در قسمت از این که ما شما لایو و تیمپوی پروژه خود تعیین کنیم. در F2 را میزنیم، میایم اسکرینک. این کمتر خوبی از است که دوستان عزیز از چندین راه میتونید شما یک آپشن را پیدا کنید. یک خوبی خودش مکمل آمد. در زیر هم اینجا است، میتونید شما اینجا شفره و تیمپویتون را تعیین کنید. خب اینجا خودش 4x4 120 از استاندارد میباشه. ما شما در لایک خواسته باشیم، لایک خود 4x4 میگده یا کروارا میتونیم ما شما ثبت کنیم. در 6x8 یا 6x16 میتونیم ما شما دادری خود ثبت کنیم. 7x8 موبایلی پارچه خود میتونیم ما شما بین شفا جور کنیم. خب میخوایم ما شما 6x8 بگیریم. 6x8 انتر میکنیم. خب دوستان یک چیز دیگر هم باید بر شما بگم که بعضی شادکی ها شما باید بلد شوید در ابتدا. شادکی ها را که بسیار ضرورت سر دقیقه دو لازم میشه، ما شما از استفاده میکنیم. ما اسپیس برای پلی می باشه و استاپ. همچنان سی برای میتونیم یا کیمپویتون نشان میده. سی تکمه سی و همچنان تکمه جی و اچ که است. این صفحه ما رو کلان و فرق میکنه. چند شادکی هاییست که شما در پتن باید یاد بگیرید. جی و اچ فرق و کلان میکنه از بر این صفحه که کیوبیوس ما را. خب میریم در قسمت از این که ما شما لایو خدا میکنیم. پایل 6x8 ما شما دادیم، انتر کردیم. اینو میتونیم روشن میکنیم، میبینیم لایو ما چه هست. در سافتویر ها همیشه تمام 6x8 زیادتر کم استفاده میکنن. 6x16 میگنن چون به خاطر که میتونیم ما درست واضح‌تر هم لایو خوبتر برای ما نشان میده. ما شما دیدن 6x8 میتونیم چی رقم بود، حالا میبینیم 6x16 چی رقم است. 6x16 انتر میکنیم. ببینیم میتونیم ما سرعت تو چند شد و لایو برای ما خوبتر و واضح‌تر برای ما نشان میده. ما شما این رو میتونیم پایین کنیم از اینجا، پایین بالا کنیم. هر قدر خواسته باشیم نظر به خواست خود کنید. ببینیم یا میتونیم دایرکت از اینجا یک نمبر بکنیم. میتونیم مثلا 90 انترش میکنیم.
ببین دوستان، خب اینا تو میتونیم ما و شما دیگه علاوه خود به این ترتیب جور کنیم. مثلا میخوایم 7 و 16 بگیریم. 7 و 16 که همون 7 برعکس یا مغولی ما و شما باشه. میبینیم دوست عزیز، میتونیم برای ما و شما نشان میده که تیمپوی ما این قدر است و این لاین از این قسمت میتونیم تیمپو و شفریتون تعیین کنیم. خب میایم بعد از این ما و شما تیمپوی ما شد، شفری ما شد، بعد از این چیکار کنیم؟ بعد از این ما و شما میایم که یک خط اضافه کنیم به خاطر ریکارد صدا یا استرامنتی که داره. خب اینجا میایم به پروژکت، اینجا از اد ترک اودیو اینسترومنت اول دیگه داخلش همچنین. خب فعلا ما شما اودیو و اینسترومنت تو را کار میکنیم. اینجا کلوز میکنیم، شفرینو تعیین شد. تعیین شد شفرینو دوست عزیز و از این قسمت اینجا رایت کلیک کنیم، همین اد ترک ما میاد. مثلا ما شما این اودیو را گرفتیم، اد ترک و دوست عزیز نگفتن ها باید گذاشت که در قسمت اودیو تمام چیزایی که استرامنت و یا وکال آواز را میگیریم، مونو همیشه میگیریم. اینجا فقط مونو رو انتخاب میکنیم. انتخاب کنید استری باید خاطر که چیزایی است که دو لاین میدرسه باشه، چون ما یک لاین است همیشه مونو خودتر و بهترتر میباشه برای ریکارد کنیم. و اینجا قسمت قصه اوتش غرض نمیگیریم، اوتش درست است، نامش هم میتونیم نامش میمونیم وکال انترش میکنیم. چی شد؟ اینا برای ما آمد خط چیز ما آمد. اینا رو میبینیم. خب دوستای عزیز میبینیم اینجا میتونی رو روشن کنیم؟ بله اونم میای آواز کدام مشکل نیست، میتونیم پس میکنیم. خب دوستای عزیز در قسمت از اینکه ما شما ساوند کارت همیشه اگر اینستال شده باشه، ساوند کارت ما درست اینستال شده باشه مشکل نیست، خود سافت‌ویر خودش میگیره ساوند کارت. اگر نگرفته بود شما میایین در استودیو، در قسمت استودیو ستاپ این یک مرحله است که ساوند کارت یا سیستمتون هم میتونین چک کنین. این اودیو سیستم ما است، ساوند کارت ما را گرفته و این ساوند کارت ماست که کنترل پنل شما میریم. این سامپل دیت است که ما شما بعدا به این بعدا اینا را چی کار میکنیم فعلا ضرورت نداریم. چیزا رو میبینیم فقط ساوند کارت ما را چک کنیم که است، یعنی در سیستم موجود است. و اینجا میکنیم که خب از اینجا میتونیم که آدیو کنکشن هم میبینیم که ساوند کارت ما انپوت و آوتپوتش گرفته یک چینل یکی دو هست. آوتپوت ما همین ساوند کارت ما درست است. خب دوستای عزیز میایم به قسمت ازی که ما شما استرامنت را اد کنیم، خط میدی ما را میایم به اینجا رایت کلیک میکنیم، از پروژکت هم بریم استرامنت بگیم و یا اینجا رایت کلیک کنیم، اینجا هست. همیشه ساده‌تر و راحت‌تر. خب میایم لیستی خودم میگیریم، چون لیستی زیاد انستال نکردیم، یک دو دانه به خاطر کارا اینجا انداختیم. آخر دوستای عزیز نام لیستی ما را میگذاریم هات که میگیم هات ترک لیستی. اینا رو میبینیم که لیستی ما آمد، لیستی ما آمد. خب تا این قسمت خدا کنه دوستای عزیز بر شما جالب بوده باشه، سابسکرایب و لایکایتان ما رو فراموش نکنین. در قسمت ازی که اگر بودم سوال داشته باشین ما به خدمت هستم. خب بعد از این باز در درس بعدی ما شما میخوانیم که چی کارا باید کنیم تا یک آهنگ خود ارنج کنیم و یک وکال خود ما شما در صورت پروفشنال و بسیار سطح عالی ما شما بگیریم. تشکر از اینکه با ما بودین. بازم دوستان خوش و شبتان بخیر.